بازیکنایی که از فقر مطلق به قله‌های ثروت رسیدن. رایم استرلینگ نظافت دستشویی‌ها در 5 سالگی. رایم وقتی که فقط 2 سالش بود پدرش رو از دست میده و به همراه مادرش مجبور میشن که از جامائیکا به بریتانیا مسافرت کنن و توی بریتانیا مجبور میشن دستشویی هتل رو تمیز. بعدی وین رونی در آرزوی پوشیدن لباس گرم. وین رونی توی دوران کودکیش 2 تا حسرت بزرگ داشت، یکی پوشیدن لباس گرم توی زمستونای اورتون بود، یکی دیگه هم خوردن تافیای توت فرنگی که در حال حاضر جزو 100 مرد ثروتمند بریتانیا محسوب میشه. بعدی کلیان امباپه که از پدری کامرونی و مادری الجزایری بود وضعیت مالی خوبی نداشتن و با قرار دادن رونالدو به عنوان الگو به این موفقیت رسید. بعدی نیمار در آرزوی خرید کارخانه بیسکویت. نیمار میگه هر بار که به مادرم میگفتم بیسکویت میخوام میگفت پول نداریم، ولی روزی با قرارداد 222 میلیون یوری از بارسلونا به پاریس پیوستم و کارخانه بیسکویت سازی خودم رو راه انداختم. بعدی الکسی سانچز خدمتکار مدارس به همراه مادر. سانچز که پدرش او را ترک کرده بود به همراه مادرش نظافتچی مدرسه بود. بعدی سادیو مانه که به دلیل نداشتن پول و نبود بیمارستان پدرش را از دست داده بود 175 میلیارد هزینه ساخت بیمارستان. بعدی لیونل مسی توقف رشد در کودکی. مسی که از 6 سالگی فوتبال بازی می‌کرد اما به دلیل متوقف شدن هورمون‌های رشد و هزینه‌های بالا پدرش قادر به پرداخت هزینه‌های درمان او نبود و اچ تیم او را نمی‌خواست تا اینکه بارسلونا او را پذیرفت، هزینه‌ها را پرداخت کرد و خوب شد بهترین بازیکن جهان. ماریو بالوتلی فروخته شدن توسط والدین. این بازیکن غنای الاصل در کودکی به دلیل فقر زیاد توسط والدینش به یک خانواده ایتالیایی فروخته شد. و آخرین گزینه کریستیانو رونالدو که نیاز به گفتن نداره، از تی کشیدن تا رسیدن به قله‌های موفقیت. اگه اعتقاد داری که یه روز به قله‌های موفقیت میرسی از امو بتمن حتما حمایت کن.